دیگه از دوران جام تخت جمشید، حتی یادم از دوران قبل از 1350 که من بچه 7 8 ساله بودم به استادیوم میرفتم، با پسر عمه خودم میرفتم، گوشای منو میگرفت. چرا باید متاسفانه اتفاقات بدی هم تو بازی سپاهان پرسپولیس افتاد. پرسپولیس بیانیه‌ای داد، شکایت کرده بود از این فکر نکنیم که الان فقط تاج و شاهین دارایی دعواهایی بوده که بعد و بیراهایی گفته میشد، اشعاری در استادیوم ها سر داده میشد که اصلا وقتی میگیم که خانم ها در ورزشگاه باشن قرار شد که این فرهنگ رو اگر ما میگیم اگر 60 ساله اگر 70 ساله ببین اگر 70 ساله که بی فرهنگی در ورزشگاه ها رایجه، پس کی متولد این فرهنگی که فرهنگ رو در ورزشگاه ها راه بندازه؟ کی باید تو این 70 سال کار میکرده که فضای ورزشگاه ها ملتهب نباشه، فضای ورزشگاه ها اهانت نباشه، فضای ورزشگاه ها فحش و بد بیراه نباشه؟ مدتی بود کمتر شده بود، خوب بود، دلم خوش بود که حالا داره به این سمت میره، ولی خب دیشب اتفاقات خوبی نیفتاد. خود شما هم که تو ورزشگاه بودید. من احساس میکنم